شامی دیر 6 اکتبر در یک ملاقات کاری پرزیدنتان تاجیکستان و روسیه در سوچی امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین وضع مرزی تاجیکستان و افغانستان را بررسی کردند. رحمان با اظهار تشویش از تهدیدهای امنیتی گفته است که حالا درگیری‌ها در 60% خط مرزی تاجیکستان و افغانستان جریان دارد. پوتین در نوبت خود گفته است که این حالت روسیه را هم به تشویش انداخته است. در حالی که تصمیم و یا خلاصه های بیشتری این نشست برای مطبوعات دسترس نیست، برخی تحلیلگران می‌نویسند احتمالاً تاجیکستان و روسیه راه‌های تقویت مشترک مرز با افغانستان را بررسی کردند. در صحبت با ما از شهر مسکو تحلیلگری مسائل سیاسی از مرکز کارنگی الکسی مالاشنکو همراه می شود. جناب مالاشنکو اظهارات دیروزه امامعلی رحمان در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین را در سوچی که گفته است در 60% مرز تاجیکستان و افغانستان حالا درگیری ها مشاهده می شود، شما چگونه ارزیابی میکنید؟ رحمان به نیروی خود باور ندارد، به خصوص بعد حادثه هایی که امسال در تاجیکستان روی داد. فرار گنرال نظرزاده و عملیات ضد او در کوهها و کشته شدن وی نرم کرده گویم بیانگر آن است که در اطراف رحمان آنهایی که فکر و عقیده های دیگر دارند زیاد هستند. رحمان میخواهد مثل اسلام عبدالغنیویچ شود، ولی با متدهایی که او کشور را اداره میکند مدتی دراز ایستاده نمی شود. او به چند اشتباه راه داد و پیش از همه با کاری که در حق حزب نهضت اسلامی مخالفین معتدل کرد. محیدین کبیری هیچگاه کاری بده نکرده بود. حالا آنها را زندانی و از کشور پیش کرده است و حالا این نیروی اسلامی راهی دیگر بجز از به جانب افراطی ها رو آوردن ندارد. رحمان میفهمد که حمایت داخلی وی خیلی ضعیف شده است. در بیرون از کشور کمک میخواهد، چون این کمک تنها در سیمای روسیه دیده می شود و این حالت به منفعت پوتین است. حالا پوتین روسیه را یک قدرت مهم در جهان معرفی می کند که توان حمایت شریکانش و تأمین اعتماد در قلمروهایش را دارد. ناآرامی در تاجیکستان به فایده مسکو است. مسکو هم به تاجیکستان پیش از همه چون یک قدرت نظامی لازم است و اعتدال را در این کشور تنها و تنها روسیه ضمانت داده می تواند. چون این اندیشه هم وجود دارد که حالا تاجیکستان بر عوض عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا راضی می شود که نیروهای روسیه دوباره به نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان برگردند. Я не знаю конкретно, есть ли такое условие, чтобы российские войска возвращались на границу. من درباره آن که شرط بازگشت حتمی مرزبانان روس به سرحد تاجیکستان و افغانستان وجود دارد یا نه خبر ندارم، ولی اینکه شرط حتمی وارد شوی تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا وجود دارد این کاملا درست است. پس تمام مذاکرات چی لازم است؟ بی‌شبهه رحمان مثل همه رهبران آسیای مرکزی از استقلالیت و سیاست بسیار جانبه صحبت خواهد کرد، ولی اگر او با روسیه یک رو نباشد پس بای می‌دهد. روسیه هم تامین امنیت را به دوش میگیرد و گاه پول هم میدهد. هرچند حجم این کمک ها با پول کشورهای دیگر قابل قیاس نیست، ولی برای رحمان مهم است که چیزی نقد در دست داشته باشد. نقد همین مسکو، ولی در داخل قفس طلایی اتحادیه اوراسیا است. تشکر. به سوالهای ما از مسکو الکسی مالاشنکو تحلیلگر مرکز کارنگی پاسخ داد.